دوستان سلام، روزتون بخیر. بریم اول دلار رو بررسی کنیم. این چارت و نمودارش هست. ببینید دلار یک سقفی رو داشتیم که سقف 106,000 تومان بوده که شکسته شده و گام های حرکتیمون ببینید بزرگتر شده و به احتمال زیاد، یعنی احتمال 99% روی این سقف دوباره ما یک حرکت قیمتی رو داریم به اندازه ابتدا نصف این رنج حرکتی که قبلا داشته، یعنی تا 120,000 تومان به نظرم دلار قطعیه که بالا بره. حالا ما تحلیلش رو میزنیم و به احتمال زیاد تا 120,000 تومان بره. ببینید دو تا محدوده برای خرید مناسبه، یکی 106,000 تا 107,000 که 106,500 مثلا میانگینش رو بگیریم و یکی هم 104,000 تا 105,000، یعنی بین 104 تا 106 و 7 دوباره میتونه این چارت بالا بره، چون حرکت همون قدرتمند شده و یک سطح مهم مقاومتی رو شکست 106,000. احتمالا دوباره از این قیمت حرکت کنه و تا 120,000 تومان صعود داشته باشه. این از دلار.